من چی گناه کردم؟ گناه چیه؟ آخه او زن بیامد پیاری و گو میر میبرم به خارج، تو پاسپورت نداری مگر الا بالله مگر او طلاق بدی. مجبور شدم که او طلاق دادم. او یکی دیگه هم خدا بیامرزه خوب سر اولاد بمردن، من که نکشتم. آخه من به چی بلا افتادم؟ به پیش از این خوار میرم جواب من نمیده، به پیش از اون میرم جواب من نمیده. چیکار کنم؟ یعنی دیگه کسی که زن مرد باید بمره، یعنی زن طلاق گرفت او هم دیگه به زمین تعبره. ای خدا. السلام علیکم. لالاشتنی لالاشتنی خوبه؟ خیلی کیار خوشحالی؟ سلامت زنده باشی. یالا شما جاره از دمسرا شما تیر میشده موزه باشه یک خبر از شما بگیرم. خیر بینی برار، خدا تو خیر بده. خوب خوش هستی؟ به خدا خوشی ندارم. چرا؟ اما آدم مجرد به جا نداره. به پیش قوم میری فلانی مجرد خونه دار نیه، زنه بچه و از این طلاق گرفته. یکی میگه بمرده زنی از بس پینک شو میدشته زنی و بمرده ای زن مرده. همه هر کس یک چیزی میگه برارم به کل رنج میبرم. من چکار کنم؟ یک راه شما بسنجید. لالا دن این مردم هیچ کس بسته کرده نمیتونه. هر کس هر چیزی بگه میگه. شما کار خوب کنید، غمی نداره. چی گپ گفتایه؟ زنده باشم. خود چکار کنم؟ به پیش از این دو خوارم برفتم، عرض کردم، زری کردم، جلوشیم به یک جای پامر بند کنیم، همین چراغ خونیم روشن شه تا به کی دیگه بی سر نباشم. اونا گفتم ما نمیریم، تو یک زن طلاق گرفت یکی هم بمرد. من چکار کنم؟ یعنی من خور بکشم؟ آخه کشتنم خدای نه نه لالا چرا خور بکشه؟ من یک مشوره برای شما میدم. خب خیره که او خوارم و شما به حرف شما نکردم. من همین خوار کلون من میرم اومده به سر کار میرم دم خواه میگم که بیان خود شما صحبت کنن. خوار من آدم هوشیاری، زن با فکری، با شوهر نم خود شما میفهمید آدم استادی، یک انسان خیلی شریفی. خود از اینا صحبت کنید، پناه بر خدا برکم یک رایلی اونو هم برای شما نشون بده. میترسم بازی خوارم اثر از این خوارا باشه باز جواب من رد بده. نرم دنبال می کارامه. خلالا از دید نمه اولی من یک فکر دیگه بهم ذهنم خطور کرد. همین یک دفعه سر کیزی خورم شما باز کنیم. خیلی دیگه مجبوریم زن که میگیریم مصرف کنیم، نگید دست و مشت نگیریم که نمیتن برای شما زن. همین خوارم هم که آمد پیش شما بعدش بری بگین که غیر مصرف اینی هرچی باشه من میدم هیچ مشکلی نداره. من مجبورم دیگه سر کیسه رو کنم دیگه گپ نیاله. به همین هم بشه مشکلی نیه. میشه لالا به خدا میشه. همین هست که شما مثل کمی سخت‌ترین بچه‌مون هست. ولی سختی که میکنم راست میگم. چند جا که رفتم من میتونم به سر همین مسئله پیشکش و یه پا سختی های بکردم. گفتم دیگه این دیگه نمیشه که زن مفدم برای شما. این رقم هم نمیشه دیگه. من میرم صحبت میکنم ولی میان اینجا بگین که به هر جا میرین هم مصرف همینه مصرف هر چی میشه میدون. از اینکه تفلکا شما میته بدون مادر بدون سرپرست کلونش هم شما خونه میرسیم سر کاری و خاک رگال یک مقدار پولی مصرف بکنیم در پینیه دیگه. راست میگم. من به می اولادام دل من میسوزه. مکتبی دارم، درس دارم، یک کلون سرپرست بالا سر اینا باشه. اینا اگه سرپرست نباشه کلونه خدای نخواسته بگرا خلاف کشیدن. 100% شما خود سر کاری اونا یک به خونه چیکار کنن؟ خیلی من میرم سر کار میرم دم خونه خواهر کلون ما شمانه از ما و شما که با عقل خوب بیشترم و سنم بیشتره، چهار پیرانم از ما و شما بیشتر کار کردم. یکم شوهر خیلی استاد شریفیه. خلاص صحبت کنید برای هر جا که رفتن همین نداره خیلی یک لک بیشتر بدیم. هم چیکار میشه؟ گپی نیه. به کل بیشتر میدم. همین چیزی که آدم داشته باشه که از اون استفاده نکنه چی بده؟ فایده دیگه. و خیلی برو. خواهش میکنم. تو فهم زودتر که دیگه هر چی میدی. من میرم سر کار میگم که 100% بیان بشم. ای خیر. اما دعا بکنید که استاد باز به خونه باشم دیگه. پناه بر خدا. پناه به خدا ها. خیر بینی برو. خواهش میکنم. تشکر. باز اگه به شما پول پلی هم کم آمد معصوم در. نه شکر خدا همه چیز هست دیگه. همین که شما دارم همه چیز هست. خیر بینی. خداحافظ تو برو. خدا کنه دیگه کار من رنگ بگیره. از این بدبختی دیگه نجات پیدا کنم تا به کی. ولی همی برام هم که گپ بعدی نمیزنه. وقتی که زن طلاق هستم، زن مرده هستم، کسی دختر خود نمیده مگر سر کیسه شل کنم به خاک اچار کنم تیر بشم چرا خونه می روشن شه. خیلی خوش آمدیم استاد.
زنده باشین. سلامت. شما خوش آمدین. سلامت باشین. زنده خیر باشین. بینیم خواهرم که زحمت کشیدیم بیام. خواهش میکنم زنده باشین. شما گپ گفتی بود برو. وظیفه مونه. دیگه گپ اینه خواهرم پیش از هر دو خواهرم برفتم استاد. برای اینا گفتم ما خمی سرنوشت من معلوم کنیم مال گناه چیه که زن خود طلاق گرفت برای به خارج خود پیار خو و یکی دیگه هم به سر اولاد بمرده و هم هر جا که میریم که به فکر همین مسئله ازدواج بشه هیچ کس یک روی خوش نشون نمیده قوم خیش خودم روی خوبی نداره. من گفتم استاد شما و خانم شما استین بالا بزنیم همین چرا خونه من روشن کنیم. کار خوبیه. از نظر من کار خوبیه. ای که بین قومی میری مثلا عزت احترام نمیکنم گناه قومی هم نیه جانم. مسائل شرعی واقعیت هم خوب نیه. یک آدم مجرده که مثلا به خونه میری که 4-5 تا دختر داره زن جان جایلی داره خوب نیه لحاظ شرعی. کار نیکیه خیلی کار خوبیه. منتها گپایی هم که خوار شما زده از نظر من خود صحیح نیه. ولی ای که همین رسما و عنعنت‌های همین مردم و همین جامعه بمونده بین از اینا گپای مزخرفه خود چه کار باید بکنه؟ برم بومرم مردم دیگه قدیم بوده این گپا شده. حالا من تکر زن مرده زن نکنه، زن طلاق گرفته زن نکنه، مجبور مگر زن کنه. زن اینا همه مشکلاتایی است که باید سر از اینا کار شه. زحمت کشیده شه یک فرهنگ بین مردم عادی شه که دیگه دست از این گپا بردارن. به خدا تپ تلاش معامل همینه به این مکاتب. سعی میکنیم یک چیزایی برای همین شاگردا بیا میزنیم که حداقل پس سبا نگن که همین استاد برای ما چی یاد داد. ای خیر بینیم. ما هم سعی میکنیم که همین رسمای مزخرف همین گپ‌های قدیمی کم شه. حالا چیزی که خوبه مردم پیاده شه چیزی که بعد بغزنیم کنار دیگه راست میگی. حالا زن تو طلاق گرفته برفته او به خارج در مرد چه ارزوزری کردم پیار گفت اگه پاسپورت دلال ما زندگی به اونجا بخونه دیگه گپ نیه زن سکو. حالا همین خواراتو که برفته بعضی گناه فامیلا هم نیه. چه مینداختن که فلانی زن بمرده زن میگم آقای شادیشت پینکشو میگه خالی اون برفتم جامعه چی گفتم؟ با مرجا رفتم یکی گفته این زن طلاق سنگ بدیم یکی دیگه گفته این زن مردیه واسه سر به دختر مر نخوره و همین دیگه. خب ولی برار خورا برفتم چی گفتم؟ باشه باز من سه جای سراغ دارم به خیر خوشی میرم ببینم چی میگم. امید به خدایه. یکم خصوصی بره همین سر کیسه خورم شل کنه. اگه تو بزی فکر بشی که بی پول کم تو دختر خونه بزی خونه بیایه خود نمیایه. حالا که راست میگین. بیشتر برار من بیام آدمی گپ بزد که باید سر کیسه شل کنی. حالا کم مشکلی نداره. یک دوله که گپ بزنه میشه که مشکل مرا حل کنه. خصوصی بره هم مسخره میکنه. دوله کم حال پولیه. به خدا حال بیوه از دختر خونه بیشتر توقع داره. با دولگ همین برده آورد همین عید و نوروزی و چی تو بیشتر نمیشه. راست میگن دیگه برا خب بگه دولگ که به قرآن اگه چکار بشه ای برده آورده که ما بریم و بیاییم دولگ خرج میشه. یاری زنم به خیالم نو تو لنگور بالیم مفته. خدا بگم تو زن چه کارشی که تو نمیرفتی خود پیار خو به خارج آخه من چریت بدبخت میشدم. حالا کم گپ بینیه ما حاضرم کم هر مصرفی بشه مقصد همی بچه هم بی سرپرست نشه و اولادام درست تربیه شه. خب راستی مکتب شما همی استاد مستادا یا همی شاگرد ماگرده دخترها کلون سندی نیم؟ زن هستم بفهمیدی؟ تو صبر کنم یک استاد روقیه جان داریم منتها سندی خصوصی بیره کم بالاتر است شاید از 50 تیر باشه. خیر مشکلی نیم هر چی ماه باشه. خاطره که دم نازه پوز نکنی که اولای سند یا کلون بود و چه کار فلان بود. اول خامال اون ماه 18,000 روپیه معاش داره بفهمیدی. خیلی یک مردم محترم مردم با شخصیت مردم خاندان یعنی مردم خوبی هم پناه به خدا پیشنهاد میکنم اگر قبول کرد خیلی خوبه. اگر نکسه که بین قومی ما به نظرم یکی دوتا بیوی هم هست زن همونا رو برو تو سل کن اکسه که چی میگم میگم هرچی نکنیم همین کلونا با تجربه ترم خود ما به این سن سال زودتر کنار میایم. جوان که باشه باز خودی مگر سر کش بگیریم همین پیرم باشه مشکل نداره مقصد در خونه می باشه که من دیگه تحمل یک کگیر ندارم راضی بپرسی. آتش خصوصی بریم خیلی تیز هم صبر داشته باش عجله نکن. من بخیر صبح برم مکتب انشالله برم پیشنهاد میدم بدو سعی کنم چی میگی
خیلی خوب. وارتم بخیر از سبا برم و یکی دوتا بیوی از قومی ما همینا رو هم سعی کنم بفهمیدی؟ خیلی خوبه. شد نشد دیگه باز از ما گله نکنی. نمیشه انشالله برو. میشه. خوارمه بیترین پیران واخ زریر به تو مستونم، دست رخت لکسی هم به تو مستونم. یار ما نمایم خسیر بیره. یار ما نمایم. همه قدر بشه که بخیرم دم خونه تو واشه که ما از این جنجال تو بیغم شیم بریم و همه چی هسته. برات میبینی نقده که میبینیش تو خوشحال میشه هنوز او استاد همه چیزی نگفتم تو از آمال 10 تا مارکت از تا بری پس. خب دیگه چیکار کنیم دیگه هرچی نکنی یک انشالله میشه برو استاد میشه بخیر. خب حالا با خدا باشه دلم روشنه. کار نداری سلامتی من فقط منتظر زنگ شما. سر کیسه را اصلا وا میکنم سر امیق بالشدارم وا میکنم. بخیر سخته سر شما دیگه. بابا این چرا کرایی نمیکنه بفهمیدی؟ بعد خوش بشی به زندگی خود. نه بابا کمر موندن پا. برو زنه تو برو من میام. این دنیا کرایی از اینکه پا نمیکنه خوشی بیره بفهمیدی؟ فقط به قصه این باشه کم در خونه تو باشه کم چرا خونه تو روشن شه بفهمیدی؟ میفهمی که هنی میام. استاد جان خیر بینی. خواهش میکنم. تشکر امی که به ما لطف کردی آمدی یک دنیا ممنون. فقط زودتر کی در باشه که من امی در وار به خوش دارم که ببینم. میگم وارد نشنوه خب اگه روقیه جان شد چپن و دست رختی مندیلی بفهمیدی اینا آیات تو نره که با قرآن اگه بگی نه چشم به اردو دیده. برو کن بله انشالله باشه.